از هیچ تا جوانترین میلیاردر یوتیوب، یه پسر 13 ساله تو اتاق کوچیکش فقط با یه لپتاپ قدیمی شروع کرد به ساخت ویدیوهایی که هیچ کس نگاه نمی‌کرد. اما 10 سال بعد شد جوانترین میلیاردر دنیای یوتیوب. جیمی دونتسن، معروف به مستر بیست، روزی 5 تا ویدیو میساخت فقط واسه اینکه بفهم الگوریتم یوتیوب چجوری کار میکنه. و حتی یه بار از صفر شمردن تا 100,000 رو ریکورد کرد، چون فهمیده بود مردم دنبال چیزی ان که عجیب باشه ولی واقعی. تا اینکه یه روز اولین اسپانسر بهش $10,000 داد. اما جیمی چیکار کرد؟ همش رو بخشید به یه غریبه و همین شد نقطه انفجار. مردم عاشقش شدن چون برای بازدید نمیساخت، برای تاثیر میساخت. امروز مستر بیست صاحب یک امپراتوریه، میلیاردها بازدید، برند شکلات، فست فود زنجیره‌ای و حتی یک تیم برای نجات سیاره. ولی یادت نره همه چیز از یه اتاق کوچیک شروع شد، از یه پسر که باور داشت هر ویدیویی میتونه دنیا رو تغییر بده. الان میلیاردها ویو داره چون یه قانون رو شکست. اول پول نساز، اول ارزش بساز. این فقط داستان نیست، یه نقشه راهه.